صبح بخیر دوستان عزیز، امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. ما هم شکرانه خدا سازیم خوبیم. اینجا باشه ما هواش صدیق میبریم. فریضه سری بیدار شده اکیرا میبریم کتیما اول کم کم سلقین شده اینجا ده فریضه نیدوال نه هیچی نمیخرم تا بفتم نیدوال نه چی بخرم تا فریضه؟ فریضه و قهر میکنه با یک گرجونش. پیسی نگاه چخل میشی؟ یک بار ما فریضه ده چی دادم ژوچکایی تروش دادم گفته چی ده متیت چه؟ این ساعتای 12 اپش رفتگه از سینکه پش یاد تم خلیفته کاغذش گریه رو برداشت که بیا مرا بوته بیومده بوته انم خیلی بخیر ما گفتم مالات رفتن ده اینا خریدم شه دو تا خریدم شد اینا خوب رسه تروشی ده تو تروش اینمی ها؟ کویسی نگاه چخله؟ گفت تا شعر نخونه جواب نمیدیم برای وجود شعر خونده. روزتون بخیر و بشادی باشه دوستانی عزیز. یک بار دیگر و در اینجا میخواهم با شما پیراشکی با کارتوشکا کنم، همراه شما صحبت کرده تیار کنم و چی گفتنیم برای دستبند دستمانا و انگشترینا گفتن برای چاوا گفتن که همه را بگی یکم صحبت مون دوستای عزیز. من اگر یارو بگیرم در یگان جامانم هم تا فراموش میکنم ای خاطر رو میبرویم بعد گودکا بازی میکنن بسیار فریضه چیزی بیاید در این تریزه پایان میپرتوید یا یک چیزی هستن که مایده یا بپرتوید خیلی پایان دا پری الاف پلافای نمیوی هم خیلی شوخه فریضه شوخه که ایگان تریزه پایان میپرتوید گرفته در یگان جا من در کجای مانم و یا میبینم برای که بالای خلادیلنگ ده مانو میجا میبروین میبینن تریزه در کجای ده نمانم هم خیلی سونکام میکوان سونکچاکام ده بمانم ای همی سبب نمیگیرم این دستم نمیگیرم همون شب روز هم کاری که باشه در دست من فقط در وقتی خمیر کنی میگیرم در بلندی بمونم تا همون خمیر مکده شده نه الله که فریضه میگیره اوچه چلته کی خریده اوچه ایشه کی خریده گفتم خالی سوال دادم میگیره ای دستش میگیرم اگر که هم خالی ای دستش نگیرم میگیره میره ای همی سبب نمیگیرم این آوازی که یک خمیر کم در چخلی که ما گفتگیم با یک دست میشورم با می یک دست میشورم اینه دستمانم بالا میکنم و چلام هردش در یک دست دیگه میاندازم و سر میکنم تیار میکنم اینجا آب شیر گرمه اینه اینجا آردمان آب میاندازم یک طرفش بعدن کم ترک روغن میاندازم برای با مزه شدنش اینجا نمک خطی دروژه میاندازم یه جایی میکنم نمک خطی دروژه می آب کتی بعد خمیرش تیار میکنم. رحمت دوستانی عزیز که با ما هستید ما رو دستگیری میکنید در کامنتاری گپای خیلی و خیلی خوب مینویسید. بود برای دیننگی ویدیویی که گفتم شوهرم هم خیلی همین کار هم خیلی گفتن نویستم بسیار آدم گفتن چرا دروغ مینویسی پروسته دوستای عزیز بسیار رود ممکن تا آخر تماشا نکردید برای که من در آخر موندگی بودم همون کارهای فریضه را همین سبب همین سوال ممکن داده باشند موزی درمون ترخص کرد من خمیرم شروع میشم با نشون میتونم همین خیلی دوستان عزیز خمیر ما تیار شد ملایمک چخلی که میدونید باید خمیر پیراشکی نسبت به خمیر نان ملایم تر باشه نمی خیلی میمونم شد دم بگیره بعد تای دم گرفتن و کارتوشکا را پوست کردم میجوشونم نچینکشه برای نچینکش تیار میبینیم نغزه کک روشو میپشونم گرمه کک در جای گرمی میمونم شد که تا که در وگ رسه. دوستان عزیز نمیخواد کارتوشکا قریب تیار شده قریب پولنیل تیار نشده اونجا باشه از زوالا هم رسیده خمیرم میگیرم زوالا چه میکنم مایده بعد ایره تیار میکنم نصیب باشه انم خیلی رسیده زوالا چه میکنم چه خیلی که میدونید برای روغن مایده کده میمونم در اینجا
بعد و یک تیار کرده شدم начинкаша ба мепечонам шумо. دوستانی عزیز من خیلی خیلی کلچه کرده استم و کم ترک خواستم با شما گپ زنم. شما بپرسم که شما هم همین خیلی رنگی مایید، همین گاه روز میشه همین قزیق میشم، نمیدونم گودکان نیستن خودم طاقه میمونم یا که برای ویا یا که نمیدونم زیق میشم، همه خیلی باشه زیق میشم. میستم فکر کرده با نمیفوره با یا ویدیو کنم، با میگم که بیا خیلی با ویدیو کنم، یگانچه با ویدیو میکنم با یک ویدیو تماشا میکنم همه خیلی چی نمیشه، همه چی خیلی هست زیق تحت دلم خیلی سیاه میشه، چی خیلی میشه نمیدونم برای چی باشه. ای شما همین خیلی میشیده باشه، اگر کسی همین رنگی مای حتما در کامنتاریا بنویسه که ای چی سبب همین خیلی آدم همین خیلی میشیده باشه. با فکرم این درد فقط طاقه در زنکوی با فکری ما در نمیدونم مردکوی خیلی چی ندارن. اینجا رژیسورای استودیان بکشه میونه من بک نمیونه گفته هر دو ششتگم فریدون برای یک کار برآمدگه، سونیا زیم درسش نامده. چه خیلی که میدونید سونیا بیتخانه یک کس نویسته بود که سونیا ویدیو کنه، چند کشش ویدیو نیست. دوستان عزیز سونیا که برای چی ویدیو نمیکنیم و وقتی چه خیلی که گفته بودم وقتی که درس سر شود سونیا را ما قریب که نمیبینیم، برای که ای درس میآید نمازش میخونه دمو خانه میداره درسش تیار میکنه ساعت 12 میشه بخه خوره بخه چیکار خیلی نماز خوفتن تا بخون خوره تیز با سحری میخزه با دستری همون دفتراش بعد سحری که دیر ترک میخزم درسش تیار میکنه چای میخوره میخزم میره قریب که خودم نمیبینم شویه سونیا را بسیار وقت اما چای میخوره چای خورش تفایرو میکنه میبینیم اوژین کردنش تفایرو میکنه بعد درسای زبانی تاجیکیش هر دومان تیار میکنیم برای که حاضرم کلمه رو خوش رو نمی جمله ترتیب داده نمیتونه هر دومان یک جای جمله می نویسیم. اینمی خیلی یگان چمی در کارش رو میپرسه همین خیلی یاردم میکنیم شه دیگه خیلی بگید که رنگی پیش نبارین بسیار یک جای نیستیم فقط وای در همون کامنتای دیدست که در سوشه تیار میکنه بکشه دکو اینم خیلی خیلی روشو پشنده میمونیم یا اردش مانن روشو پشنده میمونم چی начинкаша تیار میکنم. دوستای عزیز اینمی لیست دم روغن میکنم پیچونده ده همین میگیرم از یک تشه نشون میتونم که چخل میپیچونم من بعد چی میکنیم بعد دیگه شه پیچونده شدیم بعد نشون میتونم خیر پسر خیلی میپیچونم من راستیگه با دست نغزیم دختانه چخلی که پیشینه ویدیوم دم گفته بودیم با دست نغزیم با دست نغزیم دختانه نم خیلی دوست میدارم که نم خیلی بیایده خواسته چینه نم کم ترک هم ماشه نم خیلی میکنم و فقط نم خیلی میکنم پیراشکی بختم نم خیلی بازه همشه میپیچونم با نشون میتیم همشه پیچونده شدیم. دوستان عزیز قریب که نیمشه پیچونده شدیم چیه فیلتر علکای موندم روغن میمونم برای که یک طرفش بریون کده گرفته میگیرم یک طرف دیگه شه چی میکنم پیچونده میگیرم و مده پیلته میکنم با بسیار آدم ها گفتن گاز ندارد گاز راستی گپ گاز در قشلاق داشتیم من نوردگیم هم میترسم یاده کسی فهمیده بودم که کفیدهیم گازاشون ایوای میترسم برای وای نوردگیم نصیب شوهرم بیایه میاریم نمیخواد دوستانی عزیز حاضی پلیته ده علکای روغنم میمونم نمیخواد خیلی دوستانی عزیز روغنم گرم شده می اندازیم
بعد یک دو کس باز سوال دادن که ناآمدگان مهمانای کانال ما خوش آمدید ناآمدگی ها برایم فیلتر پرسیدن چند سوم گرفتگی فیلتر 400 سومانی گرفتگی با بودایی ارزان ترش اینه که ما همی کلان ترک میره گرفتم نم خیلی بریون کرده میگیرم با آخران با نشون میده دوستان عزیزم خیلی یک مش سرخ شده میبردم نکن دوستان عزیز اینا میخواد پرشکی ما تیار شد با ما اشتیاید پیرشکی کسی خورده است باشه خوگان خوراک با شما هم اشتیاید طعام خیلی جوشه اینا خنک ترکشه بگیرم درونش نشون بدم نمیخواد دوستان عزیز نه کارتوشکا هاش نه خشر پختگی خیلی با چکه تو جوکی اکتی نه خیلی تر میکنی میخری خشروک مولای ما که خشرو نه از بیاره بایش خیر دوستان عزیز تا ویدیوی آینده در پناه خدا باشید